مشتبه تو هم جمع کن دیگه زن تو بابا. اون خاله زنه که تقصیر تو هم هست دیگه. درست صحبت آقا حالا هیچی هم نمیگم به خاطر زنته هیچ. خب بابا همین آتیش تو گوره تو بلند میشه. تقصیر توی دیگه. بیا برو بابا. گفتی چند گرمه؟ ممنونم آوردنش یعنی چی بیاری؟ میشه؟ پرتقال میخوام. حسین آقا دم شما آب اینجاست آب بخورم مشتبه ملیس چی گفت؟ ملیس کجا رفت؟ چی گفت اصلا؟ همونجا پرتقال چی پیام گفت نداده اصلا؟ صفحه گوشیم روشن ببین چیزی نگفت چرا؟ گفتم بیا اینا وایس داده اگه وایس داده چیز کن پلی کنم؟ آره ببینم چی گفته نمیام اونجا خیلی سرد شد حالا حسین میتونم تمرین کنم ولی از سرم اصلا نمیخوام اصلا خوشم نمیاد ازشون استفاده گستگول کردی کیه؟ سهر رو میگو؟ مگه در مورد اینو صحبت نکرد؟ یه بار دیگه بازش به سهر رو؟ نه اصلا مگه بهش نگفتی که بیاد اینجا مگه به خودم چیز داده پرتقال درشتم ولی واقعا الان داشت به من میگفت حسین مگه نگفت سهر پلی کن یه لحظه براش نه با سهر بود؟ با منه؟ نه با شما نبود اصلا میشه خواهش من اصلا از خودم با راستش مثلا درباره کسی دیگه صحبت میکرد مشتبه حتما یه چیزی بوده که یه چیزی گفته خفه شو بابا نه آخه میخواد بیاد اینجا ولی حالا یه پرتقال بخوری چیزی نشد این اصلا یه چیز شخصی یعنی چی من پله خب کنم میخوام ببینم با من مشکلی داره یعنی نه بابا ملیس اصلا همچه آدمی نیست نشنیدی؟ من شنیدم من اصلا تو چرا دست دادی به گوشی من خودت گفتی تو رفتی درست اونجا. من گفتم تو با خودت بدونی یه چیزی که نه دیگه من نمیدونستم کف دستم بو نکرده بودم ملیسا حالا این اصلا زده. مهم نیست مهمی که من نشنیدم حالا دوباره حالا اینو دیگه باشه، یه لحظه حسین بیا. صبر کن بیا یه خب ببینم لحظه. ملیس واقعا واسه چی با من مشکل داره مثلا تو اوکی با من چه چیزی نگفته حالا مگه الان چیه؟ شنیدم گفت دوست نداره بیا براش پلی کن ببینید من نمیدونم منم درست حسابی نشنیدم گفت با حسین مشکلی ندارم ولی با سهر حال نمی‌کنم فیس و افاده‌ای همچین چیزایی من شنیدم من نمیدونم یه بار یه نه بابا ملیس اصلا همچه آدمی نیست اشتباه شنیدی یه لحظه بیا ولش یه لحظه بیا خب ولش کن بابا ولش سر دنبال چی؟ تو همش میخوای ته یه چیزی رو در بیاری ولش کن خب دیگه. میخوام آقا یه ببینم چیز گفته باش کن. باش پله میکنم بذار حقیقت مشخص بشه نمیام اونجا خیلی سرد شد حالا حسین میتونم تمرین کنم ولی از سرم اصلا نمیخوام اصلا خوشم نمیاد ازشون اصرار نکن دیگه من نمیام برای استفاده گستگول کردی کیه خیلی خزه من حرفی ندارم چی بگم دیگه چی بگم دیگه حرفی که گفته دیگه من خودم هم جا خوردم ملیس اصلا همچه میگوزی چه بازی کنی بیا حالا خودم بیا. برم بازی کنم در با کن یه لحظه بیا یه لحظه به خودم سلام بیا مردی؟ سلام چطوری خوبی؟ چه خبر دهن آدم سرویس میکنی تا بیا یا چه خبر سهر خوبی؟ قربان شما مرسی خوش اومدی چه خبر؟ سلام راحت اومدی؟ هوام سرد آره شده زود رسیدم چیزی شده آه؟ تا همچین کاری کردی چی شده؟ نمیدونی چی شده؟ وایسته که دادی چی بود؟ چی دادم من وایس دادم ولش کن اصلا سر. واسه یعنی چی بدش کن؟ میگم من یه کیوی کامل نمیتونم بخورم قاش کنم با هم میخوری؟ آره چی شده؟ خب یک توضیح بابا این بده خب وایسه که دادی پله حواسم نبود پله شد فهمید حرفتو شنید ملیس واقعا چرا خب ناراحتی واقعا خب نیاین اینجا خب حتما یه چیزی بوده که یه چیزی گفته خفه شو بابا و اول از خودتو باید نگاه کنی چیزی نگو مگه حالا من دیگه چیه یه یکی کیوی با یکی بخور. حال میکنه اصلا آره من ازت خوشم نمیاد چی میگی تو بخور خب تو رو میگفتی اقلا نمیومدین خب نمیشه که بیام تو رود بگم که حسین تو حداقل قبول دهن جشن بابا اصلا تو خود دست نکن در سلامت بود
تو چقدر نمکی. اگه باید حتما خوشم آخه من چیکارت کردم؟ ملیس من چه حرفی زدم؟ حالا سهر بیا بشینم اینجا ولش کن. ولی خب دلیل نمیشه که حالا با هر کی در رابطه خوشش بیاد ازت. باید به خودت نگاه بکن. البته نگاه بکن ملیس هم از موقع تو هوا. اصلا با هوا اصلا وقتی میام خونتون چرا میوه پوسیده میذاری جلومون؟ نخورده که نیستی. میوه پوسیده چیه؟ بعدش تو اصلا نگاه خب تو انتخاب تو وقتی ما میایم اینجا اصلا طرز نگاهت فرق میکنه. اصلا یه جوری نگاه میکنی انگار مثلا خیلی مغروری. 100 بار بهت گفتم رفتارتو درست کن دیگه. اینا هم نگاه نفر اول نیستن. دستشویی کجا ما؟ دستشون من. نفر اول نیستن سهر. نفر سرزاران که فکر میکنن تو چوسی. تو حالا داری اینو بگی دیگه چی بگم؟ یه کسی که چند سال با زندگی میکنم میفهمم. هم خب بعد گفتیم ادی. ما از کجا بدونیم شاید پشت سرمون هم حرف زدی دیگه. خوبه. یعنی چی پشتتون حرف غیبت میکنی شاید. تو هیچ نمیگی. خدایی بگو غیبتمون کرده هم نه؟ غیبت نه نکرده. من خودمو میگیرم نه غیبت میکنم. تو چرا چی نمیگی؟ داری طرف اینا رو میگی. حالا چرا گریه داریم صحبت میکنیم دیگه گریه گریه نکن. من میدونم حق با تو. ملیس هم جور هوا حرف میزنه. بچه بیا پایین نگو سرمون درد گرفت بابا. تو چی میگی این وسط؟ باشه اصلا بریم به من نگاه نکن بچه‌ها بشینید حالا بشینید حالا کجا سهر حالا خوب شد اینطوری کردی مهمونه دیگه حالا یه چیز گفته حلش کنیم کسی با مهمون اینجوری رفتار بیاد حالا بچه‌ها بشینید حالا بشینید تو آشتی نکنی من اینجا سورا بگیرین ها بشین بابا حالا یه چیز گفته با هم حل میکنیم بابا تو چرا داری همین حرفو میزنی آخه الان سورا تو اینجا بودی من خودم رو گرفتم کاری کردم چی بگم حالا چرا چیز کردی جمع کردی حالا بگی بشین دیگه کاپشن دیگه الان من یاد بده شعور یاد بده یعنی من شوریم یعنی الان من به من بر بخوره به من چرا میگی به خودت به خودش بگو یه وایسی شنیدم شما خودتون رو بزنید جای من خب الان یه وایسی شنیدم که برایش گفتی از تو خوشم خب به خودش بگو به من چرا خودم دارم میگیرم یعنی چی به من نگو به من ربطی نداره سر منو تو این قضیه دخالت من طرف هیچیو نمیگیرم چه طرفی میگیرم من چی گفتم من اینجوری نیستم شاید یکی اینطوری برداشت کنه بعد اونور آبروی منم میبری دیگه الان همه فکر میکنم منم انم چوسم کی گفت الان گفته با تو حال خب الان با تو حال نمیکنه با منم حال نمیکنه دیگه الان همه چی مقصر من شدم آره الان یه چیز هست دیگه میگم دیگه اولین نفر چی راست میگه مشتبه تو هم جمع کن دیگه زن تو بابا دیگه همین شد بابا جمع کن خیلی پر شدی ها آخه بابا نابا داره چی کار میکنه چه حرفی میزنه بابا حالا ببین الان نابا چی کار کرده بچه رو راست میگه برای چی؟ حقیقتو گفتم آقا داره توهین میکنه دیگه خب من دارم میگم جمع کن دیگه خب من میگم زن تو جمع کن بنزین و آتیش شده دیگه عجب گیری کردیم تقصیر توه دیگه عجب دهنتون در میونه گرفتی سیب بلده میکنی الان میگه زن تو جمع یعنی چی؟ بابا زشته بابا اینو بگیر سورا من احترام قائلم های زنت اینجاست من چیزی نمیگم دست بلند سورا اینو بگیر آره داری دست بلند کنی باشه حرف نزن آقا اینجا همه باشتی اون خاله زنه که تقصیر تو هم هست درست صحبت آقا بشینید بچه ها بشینید تو برو من با تو برو من الان هیچی هم نمیگم به خاطر زنت هیچی بزن تو داری به زنم توهین میکنی یعنی چی نمیگم به خاطر زنت چی زشته همین آتیش تو گوره تو بلند میشه دست تو دیگه بیا برو بابا بیا ببینم چی میگی تو؟ چی میگی تو؟ چی میگی؟ مگه من چی گفتم؟ بابا شوخی کردیم چقدر جدی گرفتی تو سر کاری همه‌شون با دست فرکی کرده کارمند بگو با هم فکر کنم شماندر میره سر کار بودی چرا حسین؟ چی چرا؟ اول یا شکلات بخور
تو چرا؟ چی اصلا چرا؟ خود تو خوردگو گوش نمیدی. ناراحت شدی؟ آره ناراحت شدی؟ بیا بابا بیا بیا دور بیا بیا بچه ها همسایه ها گفتن دارن میزنن به دیوار بیا دیگه بابا با هم دیگه رو بوسی کن چی شدی؟ شوخی بود دیگه سر کارت گذاشتم تقصیر تو بچه ها از اونجا که همسایه اعتراض کردن به ما گفتن خفشیم باید زودتر از بریم بریم واقعا به سورا خیلی خندیدین نه؟ سورا اصلا نمیذاش من همین الان ویدیو رو لایک کنید سابسکرایب کنید چنل سحر حسین هم میذارم پایین حتما سابسکرایب کنید خیلی ویدیوهاشون باحاله اونجا هم ویدیو خیلی باحالی داریم بچه اگه دوست داشتید باید دست جمع ویدیو بگیریم هم دیگر رو اذیت کنیم تو کامنت ها حتما بگید لایک ها هم برسونید به بالاترین حد ممکن دمتون گرم خداحافظ